خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همین موضوع انترپولیشن که یادآوری کردیم. اینجا یک پوینت هست. این پوینت مو رئیس صاحب کاورده بودن. این پوینت از حوزه دریایی کابل است، از پل سوخته لا گذرگاه. فکر کنید قیمت X هم آورده، قیمت Y هم آورده و قیمت Z هم آورده. Z هدف، Z ارتفاع است. ارتفاع اوسط کابل چقدر است؟ 1800 متر نه؟ این سعی کنین 1765.096 1764 یعنی بسیار ارتفاعاتش نزدیک به هم است، چون حد اوسط خود کابل 1800 متری است. دیگه موردی که اینجا است X و Y به اساس سیستم متریک آورده. این موضوع را شما تشریف نداشتن، انجینیر صاحب بودن. سر از این پوینت ما زیاد کار کردیم. این مشکلات داشت وقتی که دستاحت میکردیم تطبیق نمیشد. یک مشکل داشت که فیلد X و Y اشتباه داشت، پورا ما جور کردیم، اصلاح کردیم، این پوینت اصلاح شده است. ببینید این پوینت X Y Z ولیو نمیشه، ما کار نداریم. این پوینت ما داره میره، ما میایم در صفحه ارقام به نام کابل CSV میایم در صفحه محیط صفحه ارقام پیرا ما اضافه میکنیم. بلانک مپ است، یونت همین چیز ما نداره. میایم اد دیتا از این قسمت از صفحه از روی دیسکتاپ همین کابل CSV را اد میکنیم. بالا از رایت کلیک میکنین میایم دیسپلی X Y دیتا. فیلد X گرفته Y گرفته Z ولیو را باید شما معرفی کنید. و اینجا کوردینات سیستم میخواد، کوردینات سیستم هم همین زون 42 را ما براش انتخاب میکنم. اوکی، اینم اوکی. ببینیم پوینت اینا آمد. اینا ما میرم عکس هم در این قسمت اضافه میکنم. عکس 22 شهر کابل. این پوینت هم باز ببر شما میتونم کافی داخل. ببینین نال پوینت هم. اینا ببینین اینی خود دریای کابل است و اینی ساحل پلس وقت است. نه این پوینت گفتم از منطقه پلس وقت است الا گذرگاه. اینا در پوینت خالی در اینجا جای شما میتونین بگوین که سمت جریان دریا در کجاست؟ نمیشه نه؟ با وجود اینکه قیمت ارتفاع هم داره، اما یک زمان میتونین اون را داشته باشین که از اتریبیوت تیبل شما ارتفاعات قیمت در اینجا یک بررسی کنین ببینین. مثلا پوینت اول صحیح، پوینت اول ما به این شکل در حالت سلکت میگیرم. پوینت اول در حالت سلکت هر جایی که باشه، ارتفاع از این هست 765، از این هست 764. این تفاوت ارتفاع در اینجا 1 متر است. اینا ما باید پوینت اول هم در این نقشه پیدا کنم که در کجاست و پوینت دوم هم باید در نقشه پیدا کنم که در کجاست. به این شکل پیدا کنم. اما به خاطر آسانی کار چی کار میکنیم که از همین پوینت یک سطح میسازیم. یعنی پوینت با پلیگون به یک رستر تبدیل میکنیم، به یک دیم تبدیل میکنیم. به چی معنی؟ ببینید در قدم اول من میره یک بار اکسپورت میکنم که به شکل شیپ فایل داشته باشیم، چون حالا به شکل CSV است. نه میره به شکل شیپ فایل در هر جایی که ذخیره میشه مهم نیست. اینم ما از اینجا ریموو میکنم. اینم ریموو میگم. یعنی ببینید یک شیپ فایل از همین پوینت ها دارم و یکی هم عکس 22 شهر کابل است. خب عکس ما ضرورت نداره، اگرچه از روی عکس و بلدیت خود ساحل شما بلدیت داره. نه دریا از کجا او از کجا میاد؟ از این قسمت میاد به این طرف حرکت میکنه. نه چیزی که در واقعیت است. یک زمان میشه این ما و تو خبر داریم، یک نفر دیگه یک ساحل دیگه را برای شما پوینت میاره، شما خبر ندارین که سمت چیه. به خاطر تثبیت از این چی کار میکنم؟ من میره آف میمونم. میایم در بخش ارک تول باکس، در بخش خود اسپیشال انالایز تولز نه چند آپشن ما از اینجا کار کرده بودیم. فکر کنین یک موضوع انترپولیشن. خود انترپولیت چی رو میگن؟ موقعیت یابی، در میان قرار دادن یا در جریان قرار دادن. حتی میتونین پیدا کردن موقعیت هم بگوید. به چی معنی؟ فکر کنین یک پوینت ما از اینجا دارم. این است نقطه A، اینی است نقطه B، اینی است نقطه C. تو قیمت A هم داری، قیمت B هم داری. قیمت C را از طریق سیستم پیدا میکنی. این کار در دوران پانتون اگه یادتان باشه برنامه یک موضوع بود، برنامه ازیموت و بیرینگ. یادتان آمد؟ ازیموت و بیرینگ اونجا شما شکل تیوری خوندن، اینجا شکل عملیش ببینید. حالا ما میخوایم همین نقطه C را که من اینجا دارم، تنها یک نقطه نمیتونه نقاط مختلف اینجا داشته باشه. چرا؟ به چی بدک نه؟ سعی کنید. حالا اینی خود دریا، سعی کنید از این قسمت پوینت نآورده. چرا؟ بنابر محدودیتی که در ساحه وجود داره. ساحه مثلا میشه زیاد مرتفع باشه یا در بین دریا باشه. در بین دریا خودم پایین شده نمیتونه، مشکلات زیاد است. نه پس چگونه این میاره از روی نقاط معلوم اینی ساحات که نقاطش نامعلوم است و میتونه پیدا کنه. میایم بخش اسپیشال انالایز تولز در قسمت انترپولیشن IDW.
یعنی IDW رو سعی کنید اگه بخواید دربارش معلومات زیاد حاصل کنید در بخش تیوری رایت کلیک کنید در هلپ هم بیاین همین موضوع را براتون پیدا میکنه و در آیتم دیسکریپشن در هر آپشن جی اس که شما برید دینید سعی کنید خود IDW مخفف چی است Increase Distance Weighting اینی دیسکریپشن رو باز یک بار مطالعه کنید سادهش اما خلاصش ما براتون میگم خود IDW در حقیقت یک تکنیک یا تکنیک است که از طریق نقاط معلوم ساحات که نقاط معلوم نامعلوم باشه در موجودیت قیمت ارتفاع ما ساحه نقاط پیدا کنیم این قدر یک تعریف داره بسیار گپ ساده و آسان ببینیم بازم من تکرار میکنم IDW رو دبل کلیک میکنیم باز میشه یک صفحه IDW را سگ input point features پس از اینجا فهمیدیم که طریقه IDW تکنیک شما فقط بالای فیچر کلاس که فیل تایپ از پوینت باشه کار میکنیم نه لاین و پولیگون اینجا مثلا که input features از شما فقط پوینت خواستم اینا اینمی پوینت بسیار آسان من از اینجا درگ اند دراپ میکنم من در این قسمت معرفی میکنم مثلا که زی ولیو فیل صحیح اینم باید معرفی کنم قیمت ارتفاع پس یک موضوع دیگر هم در بخش IDW تکنیک فهمیدیم یکی ما گفتیم IDW تکنیک است که در فیچر کلاس پوینت کار میکنه یک موضوع یک شرط دومش چی است که سی ولیو فیلد داشته باشه یعنی قیمت ارتفاع را باید داشته باشه ما این درس در جریان از اون درسای شما به این خاطر تشریح نکردم چون ما یک پوینت را که داشتم 22 چهارراه شهر کابل که بود نه 19 یا 20 چهارراه شهر کابل کسری قضیه جیو رفرنس اونجا به نام زی ولیو شما چیز نداشتین فقط ایکس و وای بود اینی پوینت است که زی ولیو داره صحیح از اون خاطر منتظر مانده بود این از زی ولیو رو ما معرفی کردم پوینت معرفی کردم دیگه موقعیتش هم میتونن خودتون تعیین کنین از اینجا که به شکل یک شیپ فایل به شکل هر مورد دیگه که میخواین در هر جایی که سیو شود ذخیره شود دیگه مورد مکار نداره میم اوکی یک ذره وقت میگیره از همین پوینت بر ما یک سطر هم میسازه به شکل دیم ها را یادتان باشه دیم ما از روی رنگ ما میفهمیدم کدام ساحه مرتفع است اینو کار در اینجا است ببینید گفته ساحاتی که به رنگ سبز نمایش داده شده کدام ساحه است اینی قسمت ارتفاع ازی چقدر است از 1750 الی 1752 متر بلندترین ارتفاع ساحاتی که اگه من رنگ خود بک‌گراند صفحه ارقام په یک رنگ دیگه بگیرم نال خوبتر معلوم میشه نه ببینید نقاط سفید گفته بیشترین ارتفاع را در کجا داره 1764 تفاوت ارتفاع را میبینید از کجاست 1750 و 1764 1764 کدام رنگ است رنگ سفید پس مرتفع ترین ساحه در کجاست در اینجا ساحه که ارتفاعش نسبت به این ساحه کمتر است در کجاست در این ساحه اینمی به شکل یک راستر دیتا است میتونن این رو سمبولوژی کنند قسمی که ما راستر دیتا را سمبولوژی میکردیم نه به رنگ ها ببینن اگه کلاسیفای ما بیایم به رنگ ها را از اینجا انتخاب کنم به یک رنگ ببینم نمیگم از سرخ تیره شروع شد و متر رنگ یا تاریک روشن شد از سرخ تیره متر رنگ روشن شده بره سفید شده بره من میرم به کلاس ها میتونن مثلا به 3 کلاس تقسیم کنم این را بگیرم حلقای با سکن مرتفع ترین ساحه دارای تیره ترین رنگ است ارتفاع اوسط در کدام رنگ است رنگ هایی که بین سرخ تیره و رنگ روشنی رنگ چی رنگی میگن شما شرچویی میشه نه این رنگ تقریبا نزدیک به گلابی رنگ میشه دیگه اینا رو ببینن ما سمت جریان دریا را توسط چی میفهمم توسط سرفیس یا سطحی که توسط IDW تکنیک پیدا کنه اینا تمام موارد شما از روی اینمی سرفیس میتونن پیدا کنه یک زمان میشه شما اینی نقاط ببینید یک موضوع را پیشتر یادآوری کردم گفتم IDW تکنیک به این خاطر من استفاده کردم که تا بخوایم اگه در بخش دریاها باشه نه من سمت جریان دریا را پیدا کنم که در کجا است در بخش خود مرزها تعیین مرزها همین پوینت فکر کنین از یک مرز برام آورده پوینت ها را آورده اینال در مرزها باز هم اون موضوعات است که پیشتر یادآوری کردم ببینید در بعض ساعات ما میتونیم که پوینت ها را بسیار به فواصل دلخواه بسیار نزدیک گرفته بودیم در بعض موارد بنابر موانع وجود داره از این ساحه ما گرفته نمیتونم پوینت صحیح پس توسط اینمی تکنیک اینی ساحه را پوینت ها را قیمت ها را بدون از اینکه در ساحه برین و بدون از اینکه پوینت حضور عملی بگیرن همین نقاط براتون معلوم میکنم ببینید
حالا من اینی دو نقطه را دارم، نه اگه بخوایم از این نقطه یک پوینت بگیرم. در درس گزارش بود بخیالم ریپورت، من یک جدول براتون ساخته بودم، قیمت ایکس وای راستر دیتا را 22 نوع شهر کابل هم راستر دیتا را عد کردیم ستلایت میجر از هر ساحه از هر چاره که ما پوینت ضرورت داشتیم اونجا فقط یک پوینت مانده رفتیم. این نمو کاره فکر کنیم که نمی را سرفیس را که ساختیم این هم شکل راستر است. ببینید این راستر دیتا است در حقیقت. حتی در لیر پروپرتیزش برید ببینید این لیر پروپرتیز مربوط چی میشد؟ راستر دیتا. از وکتور دیتا چه رقم بود؟ امی فیلد ها تعدادش چی بود؟ زیاد بود نه؟ این وکتور دیتا این راستر دیتا. اینا رو ببینید اگر ما بخوایم از دو نقطه که در این قسمت قرار داره سایز یک نقطه از اینجا ورده یک نقطه از اینجا این از این قسمت بنابر محدودیت هایی که وجود داشته پوینت آورده ندانسته. اینا اگر ما بخوایم از اینجا پوینت بگیریم چی کار باید بکنم؟ خب بسیار آسان است. یک فیچر کلاس پوینت میسازیم فقط پوینت ها رو میمونه. حتی بالای از این هم میتونه ندید کنیم. سکنن کریت فیچر بالای همی پوینت کاست در اتریبیوت تیبلش هم میره. سکنن تا این قسمت نه اینجا فیلد اد شده میره. ما هر پوینت را که اینجا میمونه ما بالای پوینت کلیک میکنیم میگیم یک پوینت دیگه ما از این نقطه کار دارم دفعتا برام اینجا پوینت کنم. ایناله عکس ما اینجا تطبیق میکنم بالایش عکس اضافه میکنم اگه خود سرفیس ما بخی آف بانه فعلا. سکن ما پوینت دومی را از کجا ضرورت دارم؟ اگه سایز سمبول از زیر کلانتر بگیرم اینا خوبتر معلوم میشه نه؟ سکن پوینت دومی را که ما موندیم در کجاست؟ در اینجا. یک پوینت دیگر را میگه از این قسمت باید داشته باشه. سکن با هر کلیک که ما پوینت را اینجا می اضافه میکنم در این قسمت یک فیلد اضافه میشه نه؟ اما پوینت از کجاست؟ از خانه احمد محمود. این نیم دیسکریپشن چه نوشته اینا قیمت x و y از کجا باید پیدا کنیم؟ کالکولیت جیومتری یادتان رفته سکنیم کالکولیت جیومتری. اینا قیمت چی را کار دارم؟ بالای فیلد چی هستم؟ y. اینا y میگیرم با کدام واحد میخوایم دسیمال دیگری متریک به هر واحد باشه این رو اوکی میکنیم دفعتا بر شما جیومتری شما. اینا زی ولیو امی نقطه در ما اینجا پوینت موندیم ارتفاع از چقدر است؟ این زی ولیو را میتونن کالکولیت تنها کالکولیشن x و y خوانده بوده نه زی ولیو را نخوانده بوده ارتفاع. سکه ارتفاع را به مو شکل میتونن پیدا کنیم x و y و z کوردینات اف پوینت به هر واحد که میخواهید اما واحد خود ارتفاع میشه چی میه؟ متر. پس این ما اوکی میگیریم. چیزی که میمونه از x فیلد x هست این x خودش گرفته این به اساس متریک و هر واحد دیگه که شما این کلش کالکولیت میکنه. خب دیگه مورد اینال وقتی که پوینت ها رو ما داشته باشم اگه می قسمت تعیین مرزها گفتم باشه نه در مرزها در بعض حالات ضرورت میشه که پوینت نظر به اونمو اهمیت نظر به چیزی که در مساحه موجود است. فکر کنین اینمی ساحه ما یک پوینت از اینجا دارم یک پوینت از اینجا دارم. اگه این خط به شکل همی مرز به شکل مستقیم باشه پس ما پوینت ضرورت نداره. یک زمان میشه که اینجا گلایی داشته باشه قسمی که در اینجا وجود داره. فکر کنین که این پوینت اولی را که ما اضافه کردیم اینی نقطه افغانستان است اینی پوینت دومی را که اضافه کردیم اینی نقطه است. یک پوینت دیگه از کجا که ضرورت دارم؟ از این نقطه. اون نقطه خانه احمد است محمود است هر جایی که است هر منطقه‌ای که است در این قسمت است نه. پس یک پوینت دیگه ما از اینجا ضرورت دارم. ما در اون مساحه رفته نمیتونم پوینت در اونجا ماندم x شم کالکولیت میتونم y شم کالکولیت میتونم c ولیو شم کالکولیت میتونم. اینا بسیار یک موضوع جالب. از همین پوینت باز چگونه به در یک ریکورد باز ما براتون میتونم در دیگه صنف کار کردیم در بخشای هلپ تول باکس آپشن هایی که استفاده میشه کار میشه و کلش در اسپیشال کلاس ها ما تدریس میکنیم چون این موضوعات یک ذره مشکل است. تحلیل که نداشته باشی مفهوم نمیگیری دیگه یک چیز به دردت نمیخوره. اول باید تحلیل داشته باشه که همین کار که من میکنم به خاطر چی میکنم. صحیح؟ یعنی تحلیل که وجود داشته باشه باز اینا شما میفهمین در آی دی دبلیو این موضوعات یک مفهوم گرفتین ما در چرا می پوینت ها را ضرورت دارن در کدام موارد ضرورت میشه به خاطر چی استفاده میشه. یعنی گفتم اینا که ما بخوایم یک مرز
اینمی پوینت باز بر ما به چی تبدیل میکنم؟ به لاین تبدیل میکنم. اینه باز در قالب یک ریکارد براتون میتونم از یک صنف دیگه است. ما این موضوعات کلش کار کردیم. اما چند موضوع را ما کار کردیم از ارتل باکس، فقط اینمی موضوعات که مربوط درس شما میشه ماشه خوبتر گرفته میتونم. اینی بود از بخش خود IDW تکنیک که حالا فعلا کاربرد زیاد داره. حالا اینمی خود پروژه دریای کابل که داده، از امی خود رئیس حوزه دریای کابل که میگه میای این پوینت به این شکل پوینت ها گرفتن، این دریا را میخواین به خاطر مو سیلاب هایی که آبخیزی هایی که در مو فصل های چی میشه بارندگی ها میشه یا میتونن میخواین بستر در یک پروژه داره میخواد بستر دریا را عمیق کنه تا مو خود دبت آب که از این ساحت عبور میکنه باعث با وجود آمدن سیلاب ها نشه، یا میخواد عرض دریا را زیاد کنه، یا میخواد مثلا همین دیوارهایی که بغل دریا وجود داره یا در نظر شما در کدام طریقه خارج از این موضوع یک سوال به حساب تکنیکی میتونه باشه به خاطر جلوگیری از این که در فصل هایی که آبخیزی ها در اینجا همین موسم بارانی است، در کدام زمان در کدام صورت ما میتونیم جلوگیری از این سیلاب ها کنیم در این دریا؟ این تحلیل داشته باشه. یک خوب پاککاری باشه ساحت. اگه یادتان باشه چند وقت پیش می کارم کردن نمی دریای کابل در سایه جاده اسماعیل تا کجا را پاک کردن. اما سر از اون میگم متوجه شده باشه نتیجه نداد. آب بسیار بلند شد. دیگه چی راه حل داره؟ وسط دیوارش میشه. دیوارها بلند میشه اما در بعض موارد ما مشکل داریم. سعی کنین اینجا خوب پل است. عریض شدن از هم جنجال است. ما میشه. سعی کنین اینجا پل است نه؟ ولی اینجا خو سرک تیر شده از این دریا. اینا لیره که دریا را چه رقم میره خو با سرک بند میشه دیگه. موقعیتایی که پل است ایجاد نمیکنه. امکان نمیشه نه. پس اینا یک راه حل که دارن چی میشه؟ میتونه که حریم از زیر زیاد کنه. ارزشه. خود هر دریا هر پدیده طبیعی که باشه در یک ساحه مسکونی یک ساحه رهایشی وقتی عبور میکنه او حتما از خود یک حریم می داشته باشه. او مربوط به دولت مربوط به دولت میشه و دولت لازم و ملزوم است که برای یک حریم اختصاص بده به خاطر این مشکلات. سعی کنیم حالا اینمی قسمت یک دریا تیر شده نه، این دریا باید به این طرف و این طرف یک حریم داشته باشه. این در بخش شهرسازی و مسکن شارواله کابل دینی بعض ارگان‌های انکشاف دهات اینی جایی که شما بخیر یا معلومات داشته باشین یا صاحب وظیفه شین این گپا را باز خوبتر برای شما تشریح میده. به خاطر چی که وای نمی مشکلات احتمالی را در نظر میگیره. یک دریا میشه که یک زمان اینمی دریا نمیتونه یک مشکل کال فعلا پیدا شده صحیح، پس باید به طرف راست و چپ دریا یک حریم داشته باشه، نه به فاصله 10 متری 20 متری 15 متری. این دریا را فکر کنم 10 متر حریم داره، 10 متر به طرف راست 10 متر به طرف چپ مجموعاً 20 متر میشه. یعنی میتونه دریا را عریض بسازه. عریض ساختن دریا میشه. اما بله حریم وجود داشته باشه حریم 100% وجود داره. امکان نداره به خاطر که نمیشه خونال دمی بغل دریا بالای دیوار دریا کس نمیتونه یک خانه آباد کنه. همین دریا رو مکمل ببینه هیچ امکان نداره ساختن نشده، هیچ به این صورت دولت اجازه نمیده به کسی که این کارو بکنه. خب هدف ما چی بود؟ اینه گفتم یک زمان میشه که بنابراین مشکلات وجود داره با وجود از اینکه حریم داشته نمیشه که میره عریض بسازه. دیگه چی راه حل داره؟ تحلیل خودتان داشته باشین. سکال خود دریا باش چی شکل جریان داره اینجا؟ تغییر مسیر به چی گونه؟ شما اگه دیده باشه نه یک زمان میشه اینو به شکل سادهش بگویم یک دریا اگه ما به این شکل داشته باشه صحیح؟ یک دریای دیگه به شکل مستقیم داشته باشه. در نظر شما آب از کدام دریا زود عبور میکنه؟ از مستقیم. سرعت آب در کدام دریا بیشتر می باشه؟ دریا مستقیم. پس راه حل دیگه چی شد؟ که دریا را باید کمی کار فعلا میکنه. همین پروژه را بالا کار کرده ببینن در این قسمت واضح شده میگه. بخاطر که زود سرعت بگیره و تیز شده. موانع با کم باشه زود سرعت بگیره. داخلش ترک اول مشکل است. دیگه با ما. سعی کنید اینی قسمت. اگه متوجه باشین در اینجا نه؟ سعی پوینت از اینجا مورده، از اینجا مورده، از این ساحت مورده.
اینی دریا را میخواهید که یا به شکل مستقیم این رقم رو امکان نداره دیگه، خورای حل نداره. اگر بخوای حریم بده سعی کنم من اگه بیایم اینجا میجر کنم، نه من میگم دریا 10 متر اینی خود دیوار دریا، میگم دریا در حدود 10 متر حریم داره. سعی اینی شد 10 متریش، نه سعی کنن 10 متر 10 متری از این تا کجا را میایه ببینن تا به اینی نقطه. چقدر خانه اینجا آباد شده؟ پیش آمده هست یا پیش آمده رفته. خب این موضوعات زیاد سرش بحث کردیم. خب یک مشکل دیگه، یک موضوع بسیار کاربردی دیگه، اینی مربوط درسایتان نمیشه. این مشکلات است، موضوعات است که وقتی که شما بخیر در ساحه عملا صاحب دمی پوزیشن جایز شما کار کنین، اینی مشکلات احتمالی چی که 100% مطمئن هستم براتون پیدا میشه. همین مشکلات چگونه حل میکنین؟ ببینین به شکل پروژه‌ای اگه ما براتون بگم، امی دریا یک پروژه فرض مثال خودت یک در بخش جی اسپیشالیست کار میکنی، وظیفه داری، تو گروپ سروی روان کردی در بخش امی دریا را میخوای عریض کنی، عرض دریا را میخوای 20 متر به طرف راست یا اگه 10 متر بگیریم، نه ما میخوایم عرض دریا را 20 متر اضافه کنیم، پس 10 متر به طرف راست 10 متر به طرف چپ باید اضافه شود. خب به توجه باشین بسیار یک درس مهم اساسی و زیاد کاربردی است. ببینید اینی را ما خود شکل ما خود دریا را ترسیم کردیم، صحیح است؟ اینی سنتر لاین دریاست. یک رنگ دیگه داشته باشه بسیار خوب باشه. سعی کنیم ما دریا را میخوایم 20 متر عریض بسازیم، صحیح است؟ اینمی دریای کابل است. پس این سنتر لاینش هم ما دارم، صحیح است؟ از کدام آپشن باید استفاده کنیم؟ بفر دیگه، نه کار کرده بودیم اگه یادتان بیاد این قسمت مینوی دکتر، صحیح است؟ بفر با بفر قیمت میتیم. حالا ما میخوایم دریا 20 متر عریض شود، باید قیمت چند متر؟ 10 متر. 10 متر از این طرف 10 متر هم از این طرف، صحیح است؟ اینی شد پروژه ما. حالا دریای دیگه که اینجا ساخته میشه، دریای جدیدی که پروژه ما که تکمیل شود به این شکل، این دریا عریض شد. اینی دریا عرض ازی بود 20 متر، حالا 20 متر دیگه ما اضافه کردیم، چقدر شده؟ 40. فکر کنید که این پروژه عملی است. به خاطر اجرای اینمی پروژه شما نیاز به چی داشتین؟ سنتر لاین. سنتر لاین چگونه به دست آورده میتونید؟ گروپ سروی روان کردی، فرض مثال یک عملی کار میکنی، خودت اینمی پروژه را در اختیار داری. گروپ سروی روان کردی 3 نفر یا 5 نفر یا 10 نفر رفتن از ساحه پوینت ها. این پوینت را که برای تو میاره تو نمیتونی دفعتا این را تطبیق کنی. به خاطر چی؟ این باید مشکلات از این پیدا شود. کمی پوینت آیا دقت از این چقدر است؟ آیا واقعا در این ساحه تطبیق شده نشده؟ آیا در مسنتر وجود داره نداره؟ امی بست ها را فعلا که کسایی که کار کرده خوبتر میفهمه، یکی گزارش دهی داره، یکی گزارش گیری داره، صحیح است؟ تو به حیث جی اسپیشالیست گزارش میگیری از گروپ سروی، صحیح است؟ این میاری پروسس میکنی، پس از این کار که اجرا کردی یک گزارش دیگه میتی به مو ریاست مربوطه. گزارش از چی میتی؟ پوینت گروپ سروی آورد، اینی شد پوینت A، صحیح است؟ این شد قیمت X، این شد قیمت Y، اینی هم قیمت Z، این هم شد نیم، یعنی پوینت A نیم. خب ایناله پوینت را که آورده تو باید تیره یک بار پروسس کنی، ببینی که چقدر اشتباهات داره. اشتباهات از این نظر به چی پیدا میشه؟ X Y. سعی کنیم تو می دفعتا یک فیلد دیگه اضافه میکنی، نوشته میکنی X offset، یا بخی در زبان دری نوشته میکنی، نوشته میکنی تفاوت کوردینات نظر به محور X، یا نوشته میکنی اشتباه X، اشتباه محور X، پوینت X. یک پوینت فیلد دیگه هم در این قسمت در این طرف اضافه میکنی Y offset، صحیح؟ حتی اگه زیبالی هم چیز مهم باشه میتونی اونم داشته باشی.
اینال اینمی x آفست و y آفست چگونه محاسبه میکنیم، چگونه پیدا میکنیم. حالا سعی کنیم برای شما بخیالم کارم کرده بودم، سعی کنید تکرار میشه. از همین یک نقطه ای که خوبتر معلوم شود در روی سطح من بسیار آسان کار میکنم. ببین امیر عملی کار میکنم. این طریقه اد کردن فیل دیگه بلد هستن نه؟ این استاپ ادیت میگیریم، چیزی که اینجا پوینت ها مانده موارم سیف نمیگیریم. نو گفتیم درست؟ این حالا من یک فیل اد میکنم. اد فیل نوشته میکنم x offset yes. یک فیل دیگه اضافه میکنم y offset. اینم شارت اندیجه باید تکست میگرفتیم با خاطر که میشه قیمت اشاری برای نه تفاوت ها میتونه x offset y offset تایپش هم شارت است. خیره میره فیلد بخی نو جور میکنه بخاطر که عداد اشاری نمیگیره یا دبل میگیرین یا تکست هر کدامش بگیرین نتیجه میده. یس ببینید این حالا میاریم هر کدام شده مقابلش قرار میده. یعنی y offset مربوط به y میشه نه؟ یعنی هم x offset رو میاریم در مقابلش. خب هر کدامش دانه به دانه ما کار میکنم. سعی که اولین پوینت ما میگیریم در اینجا در حالت سلکت. در کجاست اولین پوینت ما میخوایم اشتباه اینمی اولین پوینت را که آورده چقدر است همین را پیدا کنیم. صحیح است؟ بسیار آسان است دیگه نه؟ سعی که x offset y offset ما فیلد دارم. میایم استارت ادیتینگ برای ما اجازه تایپ بده نه؟ این میجر ما میایم ای باید از سنتر در یا در چی میآورد پوینت میآورد نه مزدور داده یعنی BS. فکر کنین که نیمی نقطه BS در کجاست؟ در اینی ساحه در وسط باید داشته باشه. چون من سنتر لاین گفتم اینو پروژه اگر چی 100% رقمی نیست میتونه کدام پروژه دیگه باشه. من اینو به شکل مثال کار میکنم شما خوبتر بفهمید. فکر کنین پوینت باید از نقطه BS میگرفت. نقطه BS در کجاست؟ اینی نقطه را میگیریم BS. این حالا ما نظر به محور x و نظر به محور y باید آفست های دیگه پیدا کنم. چگونه پیدا میکنم؟ در قدم نخست من میایم یک میجرمنت میگیرم، یک کلیک در این قسمت میمونم، کلیک دیگر را میارم در کجا؟ در این نقطه بیس در جایی که است. آفست از چقدر است؟ 28.76. این حالا به شکل چی ما آفست گرفتیم؟ سعی کنم پوینت ما در اینجا ماندم پایین آوردم در سنتر. این آفست نظر به چی میشه؟ وای دیگه. سعی کنم این خود سیستم مختصات اینی y است اینی x است نه؟ 1 2 3 4 نه 1 2 3 4. ما پوینت که گروپ سروی پوینت که خودت آوردی در اینجا است. اصل نقطه در کجاست؟ در اینی ساحه. این ما کجا آوردم؟ پایین آوردم. صحیح است؟ چقدر اشتباه داشت؟ 28 اشاره چند است؟ 28 اشاره 75. این قدر 28 متر و 75 سانتی نظر به محور y اشتباه داره. پس اونمو عدد در کدام فیلد درج میکنین؟ در این قسمت این نوشته میکنین 28 یا 20 این 28 اشاره چند. صحیح؟ اینا لیخو شد از y نظر به x پوینت در کجا بود؟ اصل پوینت ما این قسمت میگیرم. میگم نقطه n نقطه مطلوب ما در اینجاست. پوینت a را که آورده در این قسمت است. نظر به محور y چقدر اشتباه داشت؟ 28 اشاره. اینا نظر به محور x باید چه رقم پیدا کنیم؟ اینی فاصله. چرا نظر به محور x میگیریم؟ وقتی که ما از اینجا حرکت میکنم به این طرف کدام عدد تغییر میکنه؟ کدام محور؟ قیمت x. قیمت y آیا اینجا تغییر کرده؟ نمیکنه نه؟ پس آفست x در کجا میتیم؟ در این قسمت. اینا ببینیم فرض مثال نقطه بود در اینجا. اینو ما آوردم در این قسمت. 31 اشاره چند بود؟ اونم قیمت میارم در اینجا. این 31 اشاره هر چند متر که است بیش. خب موضوع دیگه که اینجا میمونه x هم شد y هم شد دیگه چیز مشکل نداره. وقتی که اینی کاره یک چیزی که بسیار مهم است
سعی کنیم. خوب شد که متوجه شدم. سعی کنیم. پوینت ما گفتم نقطه اصلی ما در کجاست؟ این است. اما پوینت فعلا در کجا آمده؟ در اینجا. این به این طرف رفتم. پس قیمت باید چی میشد اینجا؟ منفی. پس رو باید من چی نوشته کنم؟ منفی 31 متر یا 30 چند متر کس نه؟ منفی 31. و در اینجا سعی کنیم. نقطه اصلی در اینجا بود. صحیح است؟ نقطه اصلی در اینجا بود، پوینت در اینجا بود. ما باید کدام طرف پایین حرکت کردیم؟ به طرف پایین. پس هم قیمتش چی میشه؟ منفی میشه. سعی کن اگه اینجا قیمت ها رو ما بتیم 1 2 3 4 سعی کن آیا قیمت وقتی که ما پایین میه یا بالا میه؟ پایین میه نه؟ پس هم باید قیمتش چی بتیم؟ منفی. اینال نمی منفی و مثبت ما براتون در زوم ها تشریح میکنم. اینجا چیز سوال نیست. باشه حالا ما کار بود چی میکنم؟ در اینجا کدام سوال نداریم. سعی قیمت ها رو همیشه در یادتان کنه خب؟ مهم گپ ما میشه سنسور بله؟ مهم گپ میشه گپ ما آفست ها بچه ها بیتون میره به طرف نو زیادتر میشه در این موضوعی چی که باشه خب؟ اینی گپا را که ما براتون تشریح میکنم اینی موضوعات ساده نیست این در بحثایی که سپیشالیست باشه و بسیار بست بالا باشه که چون منو تحلیل داشته باشه تخصص وقت آدم میگیره که در پولی تیوری چی داشته باشه تحلیل داشته باشه بدون تحلیل بسیار مشکل است که تو این موضوعات درک کنیم خب ما اصل گپ ما در چی است ما از کجا می قیمت های x و y منفی و مثبت یاره یک چیزی که ما ترسیم کنم کسایی که اگر یادش رفته دفعتاً در یادش میاد چه که دیره ما میگیرم محور x نه ایره y میگیره ایره میگیرم x صحیح همیشه در زون اول در کجاست؟ امی زون بندی چگونه صورت میگیره؟ مطابق به چی صورت گرفته زون بندی؟ در این سیستم مختصات است. این طول البلد عرض البلد در نظر نمیگیره. قیمت‌های سکی که در یادتان بانه در این دوران مکتب خوانده بوده در سیستم مختصات در زون اول زون بندی که صورت میگیره از روی اقربه ساعت صورت میگیره سکی اینی شد نقطه صفری نه حالا من میگم مطابق به اقربه ساعت زون اول کجا میشه؟ اینجا حالا اینی خود اقربه ساعت است ساعت ما خورد از ساعت کلام نداره سکی حالا ساعت خودتان میفهمم نه یکی اینجا من بخی یک ساعت ترسیم کنم اینجا میشه 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 این 11 را اینجا بگیرم صحیح حالا اینی اقربه ساعت است نه این به چی شکل جلو حرکت میکنه از چپ به طرف راست میره یعنی سمت حرکت ازی به این شکل میگوشه مطابق به اقربه ساعت در سیستم مختصات این کجا میشه اولین بخش زون اول میشه اینجا چی میشه زون سه چرا میره مطابق به اقربه ساعت گرفته به خاطر که تشخیص شوه یک نفر میشه میگن اینجا زون اولی زون دوی زون سه زون چهار یعنی تقسیمات بزرگ فرق میکنه اما مطابق به اقربه ساعت که شد دیگه ایره بزرگ استاندارد میشه یعنی تارگت هدف داریم خب مطابق به اقربه ساعت اینی شد زون اول زون بندی رو خب مشکل نداره اینا ما میگم در زون اول قیمت x و y آیا مثبت است یا منفی صحیح شما سعی کنید ما در زون اول کدام نواحی مربوط به زون اول میشه خوب متوجه باشه اینمی رنگ سبز را که میبینید مربوط به زون اول است در اینجا قیمت ها همیشه چی میه مثبت پس من روشن میکنم x هم مساوی به مثبت y هم مساوی به مثبت مطابق به اقربه ساعت در زون اول قیمت x و y هر دو چی شد؟ در زون دوم دیگر رنگ مرکب نداریم این خوب است نتیجه میکنیم ببینید آیا x اینجا تغییر کرده؟ نکرده دیگه نه؟ پس در زون دوم چی میشه؟ x مساوی به چی است؟ مثبت اینا رو y چی میشه؟
منفی. به این شکل این زون سه نه یک این زون سه باشه. یک سوال چی میه؟ چهار جوابه میه. او هم بسیار یگان. این سوال احتمالی است در بعضی بحث‌ها که به حساب چی داشته باشن، خصوصا در بخش جیو رفرنسینگ، در بخش کوردینات ها سرکار زیاد داشته باشن، از این بخش ها زیاد سوال میاد. در کدام زون قیمت های x و y میگه منفی میشه؟ قیمت x و y هر دو منفی میشه. در زون سوم سایکو یعنی اگه x باشه این طرف هم منفی، سی طرف هم منفی. پس من آشته من x هم مساوی به منفی، y هم مساوی به منفی. در زون 4 اینجا چی میشه؟ x مساوی به y مساوی به اینی هیچ وقت از یادتان نمیره. اگر از یادتان هم بره اینه که یک دفعه اقربه ساعت در فکر خود بیارین باز خودتان تحلیل کنین بسیار آسان پیدا میشه. خب یک موضوع دیگه هم اینجا مد نظر است. در کدام زمان میتونین که x و y در زون اول منفی شود؟ در اینجا نقطه صفری مد نظر بود. صحیح؟ اگر ما ایره تقسیمات کنیم بگیریم 1 2 3 4 5 ایرم 1 2 3 هم بالا ما از نقطه صفری که به هر جهت حرکت کنم قیمت ها مثبت میشه. اما یک بغیر از نقطه صفری صحیح؟ اینی نقطه مثلا باشه دوای 3 و ای هم باشه. اگر این طرف بگیریم اینجا نقطه رو بگیریم این باشه در x 4. اینال در کدام زمان قیمت از این قسم کمیال عملی کار کرده در کدام زمانی منفی تغییر میکنه با وجود که در زون اول است اما قیمت های x و y منفی میشه. اینو خودتان فکر کنید. سعی کن حالا پوینت که آورده گروپ سروی در اینجا بود. نه پوینت اصلی ما در کجاست؟ در این قسمت. این پا کجا میایه؟ پایین آمده. پس در اینجا چی مهم شد؟ جهت یا وکتور. فهمی شد؟ خب ما پوینت در اینجا بود. پوینت هدف تارگت ما اینجاست. پوینت آورده. حالا باید به کدام طرف بریم؟ به طرف چپ. صحیح؟ اینو بازم قیمت چی میشه؟ با وجود از اینکه در زون اول هستم قیمت x هم منفی شده و y هم منفی شده. در اینجا چی مهم شد؟ جهت. پس من جهت به این شکل. در اینی زمان همیشه قیمت x و y هر دو چی میه؟ منفی میه. در کدام زمانی مثبت میشه؟ که جهت به طرف نورد و به طرف ایست حرکت کنه. اگه اینجا اینی رو در یادتان باش نورد، ایست، ویست، ساوت. صحیح؟ نیوز. سعی کن در زون اول زمانی که به طرف شمال و به طرف شرق در حرکت باشیم قیمت x هم مثبت است قیمت y هم مثبت است. زمانی که در زون اول به طرف ویست و به طرف ساوت در حرکت باشیم قیمت x هم منفی میشه قیمت y هم منفی میشه. چرا؟ چون ویست گفتیم نه؟ ویست کدام طرف میشه؟ این طرف میشه. یعنی ما از این طرف به این طرف حرکت میکنیم. اگه جهتاش هم سرش ترسیم کنیم اینی ویست میشه اینی ساوت میشه اینی ایست میشه و ایم نقط میشه. اینا را از روی بینمی خودتان تحلیل کنیم. زون 1 2 3 و 4 کلشه قیمت های x y منفی. اینا مشکلتان در اینجا محل شد. چیز مشکل خود نیست. سوال ندارین در این بخشا؟